یک کلمه نگنجانیده و این از قدرت خدا. هیچ بنی بشر، هیچ پیامبر نمیتواند که چنین کاری را انجام بده، چیز را که خالق کائنات. همچنان کلمه روم، کلمه احسان، هر اهالی یک منطقه است، تمام مسلمان ها از شاگردان مدارس عصری، از شاگردان مدارس دینی، از کسانی که یک لحظه به خاطر شنیدن ترجمه و تفسیر وقت دارند درخواست میکنند که بیاین در محفل قرآن، در درس قرآن بشینند و از مزایای قرآن، خصوصیات قرآن و از مفاهیم قرآن، ترجمه قرآن، تفاسیر قرآن استفاده کنند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند و نصف السوال و حسن السوال نصف العلم. بهترین سوال با یک لهجه خوب نصف علم است. اگر یک انسانی که از ساحه علم دور است، او با یک لهجه و با یک روش خوب اگر از یک عالم یک سوال خوب را پرسان میکنه به خاطر دین خود، گویا اینکه او به نصف علم رسیده باشد. مسلمان ها چرا غافل هستند؟ مسلمان ها چرا در چنین تفاسیر دوره های تفاسیر و ترجمه شامل نمیشن تا اینکه از دین خود چیزی بیاموزند؟ برادران محترم، ما شما کوشش بکنیم به خاطر انعقاد چنین محافل، به خاطر انعقاد چنین دورات خوشبختانه، سعادتمندانه امروز جای افتخار ما و شما افغانی هاست که به زبان ما و شما درست است که برادرها اگر از اصطلاحات اردو خبر نیستند یا به اصطلاحات پشتو آگاهی ندارند یا به اصطلاحات عربی آگاهی ندارند، نمیتوانند که در دوره هایی که به زبان عربی یا به زبان اردو یا به زبان پشتو صورت میگیره شرکت میکنند. باید بیایم در چنین دوره های تفسیری که به زبان فارسی شامل باید شرکت. خداوند تبارک و تعالی همه ما و شما را توفیق عملی عنایت نماید. بار دیگر من درخواست میکنم، التماس میکنم از آن عده مسلمانانی که وقتهایشان را بدون کدام فایده در چوکها، در بازارها، در دکانها، در مواقعی که در محافلی که بجز از غیبت دیگر چیزی در آنجا صورت نمیگیرد، بجز از جنجال در آنجا دیگر چیزی صورت نمیگیرد، در آنجا ضایع میکنند. باید از درس قرآن، از ترجمه قرآن استفاده کنند. خداوند همه ما و شما را توفیق عملی عنایت کند. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه.